سلام علیکم دوستان عزیز، با شما هستم من شرف ما، کارگری شرکت پبلیک. امروز یکی از روزهای فراموش نشونده بود برای من. اینجا از طوری که بهترین من برای من یک دستگلی زیبا بهترین روان کرده است با یک انگشترین طلا. به حد من خرسند شدم. خیلی چیزا تصور نمیکردم. حتی هر یک زن آرزو میکند که زیب یک دستگل از یکان طرف شود، یکان که صحبت یا پدرکه یا به حد خرسند می شود. پدرکه اگر چیزی مایده هم باشد اینکه وی پدرکه حساب شود. همه شما را در کمند اخدام انتظار هستم. همین که چلای طلا را شما هم صاحب شوین. بیاین با هم همکاری میکنیم و به قله‌های بلند میرویم. با پبلیک آرزوهای خود را عملی میکنیم. صاحب مبلغ‌های کلان میشویم و زندگی خود را تغییر میدیم. میتونیم که صاحب همه چیز شویم. با بهترین تحفه ها را از طرف نصف امریکا پدرکه میکنیم. قدمی که در کمپانی ما ریجستر می شود، وقتی که جوان دیرکتر میگرد من همه چلای طلا و یک دسته گل برای او را تحفه میدهم. بیاین با هم همکاری میکنیم. در رقم های در روی اکران بودن نویسین. کار به حد کاری نه آسان شیمان نمیشوید. باقی هم